سلام خدمت دوستان عزیز. اومدیم با یه آموزش دیگه، آموزش رگه‌دار کردن بیس. خب ما دو روش کلی داریم. من روش اولش رو خدمتتون میگم که مبتدیان میتونن راحت انجام بدن. شما یه مقداری اول از ملات رو جدا میکنید، رنگ قابل استفاده رو داخلش میریزید و مخلوط میکنید. باید اینو بدونید که رنگ هایی که توی رگه‌دار کردن به کار میرن رنگ خمیری هستن، یعنی رنگ های دیگر رو شما نمیتونید استفاده کنید، پوسته میشه، جدا میشه. رنگ خمیری باید استفاده کنید. رنگ رو قاطی میکنید، قالب رو میارید و به این صورت شما رنگ رو به ملات اضافه میکنید و همزمان داخل قالب میریزید. میبینید رگه ها کامل مشخص هست که چجوری داخل قالب ریخته میشه. این روش خوبی است برای شروع به کار کسایی که یه مقدار دستشون کند هست یا مشکل دارن. این روش خوبیه که کار با کار رگه‌دار رو شروع کنن. البته روشایی که برای سینی استفاده میشه فرق میکنه. این روش واسه چیزایی مثل گلدون استفاده میشه. حالا اینجا من از رنگ خمیری استفاده نکردم چون تو دسترسم نبوده. شما واسه اینکه بدونید که از چه رنگی استفاده کردم رنگ رو برام تو کامنت ها ارسال کنید.